سواد اینا جنرال شدن. اینا جنرالی خب برادر بسیار گپ ساده نیست. تو عربی شونزای میخوانی، عربی پوانتون میخوانی و لوملای بریتمن فارغ میشی. یعنی برادر 12 سال درس عربی شونزای میخوانی، 4 سال میری عربی پوانتون میخوانی، ای چند شدی؟ ای 18 سال، ای 16 سال. بیادر گل در 6 سالگی یا 7 سالگی هم در مکتب شامل شدی، ای 16 سال و 7 سالی 23 سالگی لومړی بریتمن می باشی. هر 3 سال که تیر میشه یک رتبه میگیری. خب اگر تو فکر بکنی از نگاه حقیقی، از نگاه درست، از نگاه نظامی دقیق، یک انسان زمانی میتونه جنرالی را بگیره که حداقل سنش در 50 سالگی رسیده باشه. جنرالی رتبه آخرین رتبه رزمی، آخرین رتبه جنگی در یک نظام دگروالی است. بعدن که شما جنرال شدین، ای پوزیشن سیاسی نظامی گفته میشه. یک جنرال بسیار یک قدرت بالا را داره. بله بچه نادری جنرال، صاحب، حتی پاسپورتش هم تغییر میکنه نادری صاحب. بله، بچه جنرال داود 16 ساله جنرال، بچه محقق 16 ساله جنرال. بیادر او دیگر خدا ببخشش که فوت کرد که بسیار هم جبهه مقاومت در کنار احمد شاه مسعود امورم قبر پرستش میکردن که یک ویدیویش من نشر کردم که آل حقیقت شو فهمیدن در روزا تیر خودم میارن. چی نام داشت؟ جنرال رازق خان. بیادر برادرش تادین خان، تادین، اما بچه هم بچگک تادین. خادم بله. خانم من برات قسم میخورم که والله اگه که نشته کده میتونست بابا آب داد. اونو آبی بیادر گل جنرال، بیادر جنرال سعید خیلی جنرال. یک رقم برادر ملک الطوایفی که ملک الطوایفی کدام مرحله را میگن؟ ملک الطوایفی قطع الرجالیت هم میگن. قطع الرجالیت این میره میگه که برادر گل متوجه چرا پادشاهان بزرگ مرد در خیبر پختونخوا خواستن که نابودش کنن؟ چرا پادشاهان خواستن در خیبر پختونخوا ضعیفش بکنن؟ چون پادشاهان میگفت در وضعیت قطع رجالی در خطه بزرگ خیبر پختونخوا بی سوادترین ها و آدم های نفهمی را مشرای قوم تعیین میکنن و این آدما در بدل پول میتونن هر کاری بکنن و ما آمدیم به خیبر پختونخوا روشنگری را پیش ببریم. ما آمدیم که رتاب تعیین بکنیم برای آنانی که میخواین مشرای قوم باشه. ما آمدیم که برای از اونا روشنایی را نشان بدیم. ما آمدیم که مکاتب باز شوه. ما آمدیم که برق برمان بکشی. به او خاطرش نابودش کردن. ملک الطوایفی نمیره میگن. ملک الطوایفی را میگن که تو دیگه حق نداری، تو کافر میشی که اگر اینی انگیزه در ذهنت خطور کنه تو حق نداری بگویی بچه جنرال داود چرا در 16 سالگی جنرال شد. تو حق نداری که بپرسی که بیادر مولانای سید خیل چرا بیادر گل خودش لومړی بریتمن ساتنمن نبود، مولانای سید خیل که کشته شد بیادرش دگر جنرال شد. تو اینی حق را نداری که پرسان کنی. تو اینی حق نداری که اس کنی که بیادر گل اینمی. امروز ما که در میان یک تعداد از برادرای یک عده از برادرای مقاومتی تاجیک تبار که کافر شدیم، چرا که ما آمدیم گفتیم که بزرگوار میتونم اینی سواله که بکنم که آقای احمدی که خودش در خارج نشسته گفته که سمال ارجمند اونو جوانی که با بانگی او بالا میکنه در اون قله های بسیار شخ کوههای هندوکش پنشیر و هر لحظم که پایین میشه طالبان به چشم مشکوک طرفش سیل میکنه. آیا من حق دارم این آدم ناجی خود خطاب بکنم؟ به این خاطر من کافر خطاب میشم. فضای ملک الطوایفی دوستا دیگر به پایان رسیده. دیگر فضای ملک الطوایفی به پایان رسیده. دیگر فضای حماقت مردمی به پایان رسیده. دیگر حق به اقدار داده میشه. دیگر ما هیچ شاهد جنرال 16 ساله نخواد باشیم. در رأس افتخارات نادری صاحب محترم، ما از جنرال سازی هم در بینی رسیدیم. یکی ما از حکومت های انتخابی هم در بینی رسیدیم. ما را 3 دور انتخابات بس از کافی است برای ما دیگه نمیخوایم انتخابات کنیم. ما را طفل زاییده شد اما نتیجه انتخابات اعلان نشد. باز ما منتظر جان کیری، جان محمد، گل محمد باشیم که بیا در بین ما جرامت کنن که اینی حق شورای نظار، اینی حق تو بی سواد مارشال، اینی حق تو
فلانکی اینی وزارت است و اینی است و ما به در ازیام در بینی رسیده ما را بس از دیگه ما ایران ضرورت نداریم. ما را از این احزاب این احزاب باید از بین رفته شود. این رهبرایی که اینجا هستن دست یکی کنین کلتان افغانا، هر کس که زمینتان کسی گرفته جایدادتان گرفته برین عریضه کنین در محکمه بین المللی. این رهبرا را چی عطا باشه چی پلانکیش باشه چی کی باشه کش کده ببرین در محکمه بین المللی. وقت حساب کتاب است. حساب کتابتان از پیشش بگیرین. یارا نگذارین که در خارج هم آرام بشینه. بجای از اینکه سنگش در سینه تون میزنین عارض شوین برین بگو برادر حسیب قوای مرکز فعلا در تهران است در کجاست. کسایی که فامیلتان برادر کسی کشته زمینت چور کرده اختطافت کرده عارض شو کشش کو در انترپول تسلیمش کو که از اونمو طریق دایرکت ببرش در افغانستان. اوجا باز حساب کتاب تکو همین چیز دوستان همین یکی شنمانه رحم نکنه. هیچ رحم سر یکی از آن نکنه. یا سر شما رحم نکده سر عمرتان رحم نکده سر مادرتان رحم نکده سر پدرتان رحم نکده. فکرتان آزاد کنه. حالا شما ما اون نفر نیستم که بگویی برادر گل سالگرد گناه داره باز من پدرم رو بگم که استغفر الله مرا بگی سالگرد گناه داره میگیرم یک سیدی محکم نمیروید میزنم میگم خیلی سالگرد که گناه داره بچه رقصاندن ثواب داره اجازه است من بچه را زنگ بسته کنم یا اجازه است من سر ناموس مردم دست پرتم. امید من پیشوری و استاد نستو گپ بد ندارم اما شما جوانا و هوشیار شوین دستکایتان یک دانه دستکش آینی بپوشین ات یک سیلی بزنین مثل که پشک روی پرت میکنه که پرت نمی روی از این نسل گنده باشه که دیگه یا پس بر نگردن در وطن ما. تشکر. نوبت هر کس از صحبت کنیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پوپلزای صاحب خوب هستین؟ نستو استاد نستو سلام علیکم سلام باز برسه بر شما. استاد نستو امو کس هستم که یک روز در اتاقای تجارت نزدیک ما آمدین و صحبت بسیار شیرین با هم داشتیم در پیش دروازه اتاق تجارت. من یک چیز میگم نستو صاحب شاید شما متوجه باشین یک گپ یک 16 سال پیش از دیگه به یک حساب از ما شما همونجا برای ما یک نقطه را اشاره کردین گفتی بچیم در یک جای کار میکنی که یک تکه پیسه است همین گپ خودت گفتی متوجه باش که خودت نمکرام نسازی. یعنی واقعا استاد نستو بسیار قربان شب مرد بزرگ نقطه او بزرگوار او دوران هشم صاحب که رئیس سکتور خصوصی ترانسپورت بود بعد از هشم صاحب باز یک دیگه آمد. بله. باز پس از هشم صاحب انجینر صاحب شیرزی آمدن اوجا یک منبع بسیار دیگه. این فرض مثال مرا به خود هشم صاحب مستقیم میگفت من مجبور و مکلف هستم که هفته $2 برای نجفی وزیر ترانسپورت بتم نتم در طرف هستم. ولی استاد نستو بسیار معذرت میخوایم گپ صحبتتان قطع کردم. امی قراردادی که بین افغانستان و پاکستان شد ما در مو قرارداد در 3-4 میتینگشان بودیم در داخل خود می پاکستان هم رفتیم و همچنان در افغانستان هم. خوشبختانه امو سخنان شما در گوش ما بود. در میتینگی که ما داشتیم امرای پاکستانی ها یک اشاره رسان که شما خیرات خور ما هستین اگر ما بند کنیم دروازه را خیرات بند میکنیم. خوشبختانه زمانی که ما بودیم در اونجا می رئیس صاحب معاون صاحب الوکوزی بر ما یک نقطه را اشاره کرد گفت هیچ وعده خود کم نزنین ما افغان هستیم و سرتان هیچ وعده فراتشان کنه خداوند اینمی زندگیشان جنت نصیبشان کنه چون افغانای خود نماندن سرشان خبشان و ما بسیار با دل باز با اونها و با چشم بسیار روبرو امرایشان صحبت کردیم که بیادر اگر ما دروازه را بسته کنیم در مقابل شما خیرات میخواییم. خدا را شکر قراردادهای بسته شد که ما با 1.5 میلیارد دلار که ما زدیم ضربه برای پاکستان و تعلقات خود با تاجیکستان با ایران با دیگر کشورهای همسایه دیگه که بستیم بسیار یک موفقیت جوانان بزرگ بود که از ما تقدیر هم شد در مو عرصه. و استاد اینمی من یک سخن میگم شاید استاد زیادترش متوجه از این سخن ما باشه اگر شما امون نصیحت به من نمیکردین و اگر شما امون نصیحت به من و پدرم همچنان پدر محترم به من نمیکرد شاید ما هم یکی از خائنین امون کشور می بودیم. و خدا را شکر که از والله بالله که یک سنت هم دست نزدیم حرام نخوردیم و حالی هم در کشور فرانسه زندگی میکنم و بسیار افتخار زندگی میکنم و میگم که اینی خدمت ما کردیم.